الرحيم. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. خب السلام عليكم دوستان عزیز. درس امروزه ما دویم قسمت حرف را. یادتون باشد اگر ما حرف را دو قسم جدا کردیم، گفتیم حرف را می شود تفخیم، یعنی گاه غفظ خوانده میشید، تفخیم خوانده میشید، و گاهی دیگر ترقیق یعنی باریک خوانده میشد. همراه شما ما گذاشتیم که حرف را در 6 حالت تفخیم یعنی غوص خوانده میشد. اینا را ما گذاشتیم همراه شما. اکنون نوبت رسید به حرف رای ترقیق. حرف را در چند حالت یعنی ترقیق خوانده می شود. نام موضوع احکام حرف رای ترقیق، یعنی حرف رایی که تنک خوانده می شود، حکمهاش چی است، در کدام حالت ها ترقیق خوانده می شود. سوال: حرف را در چند حالت ترقیق یعنی باریک خوانده می شود؟ جواب: حرف را در 3 حالت ترقیق خوانده می شود. یکم: اگر حرف را مکسور یعنی کسره دار باشد. یادتون باشد اگر حرف را زبر یا که پیش می داشت غوص خوانده می شید. انا اکنون اگر حرف را زیر داشته باشد باریک خوانده می شود. مثال: غیر المغضوب علیهم. غیر بینید غیر نمیگیم، غیر نه، غیر. یا که مثال دیگر، این خطا در این آیه که ما میخوانیم بسیاری ها، یعنی زیاد آدم همین اشتباه ها، همین خطا را صادر میکند. اهمیت تید که میگیم که من شر الوسواس الخناس. من شر حرف را که کسره دارد یعنی مکسور است، تونک خوانده شد. شر الوسواس الخناس. نمیگیم که من شر خطا می شود. سوم مثال: القارعه. ما القارعه. ری را بینید تنک شد. این یکم حالت بود که حرف را تنک خوانده می شد. دویم حالت: اگر حرف را ساکن شود و قبل از آن حرف مکسوره، یعنی قاعده داشتیم یادتون باشد حرف را خود چه اهمیت میتیم برای غوص تنک خواندن که چی حرکت دارد. زبر یا پیش میداشت غوص خوانده میشد، زیر میداشت تنک خوانده میشد. اکنون اگر رفت حرف را ساکن شود، خواه ساکنش ساکنی عارضی باشد، خواه ساکنی خب اصلی باشد، علامت سکونی اصلی باشد. خب خلاصه که اگر حرف را ساکن شود و قبل از آن حرفی مکسوره، پیش از حرف را بودگی حرف نگاه میکنیم که چی باشد، حرفی مکسوره یعنی علامتی کسره آمدگی باشد. اگر بعدش حرف استعلا نباشد، شرطی دیگرش همین که به شرطی که بعد حرف را حرف استعلا نباشد. چون که شما یادتون بود ما در حرفای استعلا را غوص خواندن ششم حالت گفتگی بودیم که اگر حرف را ساکن باشد بعد حرف را بودگی حرف استعلا بیاید حرف را غوص خوانده میشید، چون که حرف استعلا تأثیر میکرد به حرف رای ما. بنابراین در اینجا گفتگی است که اگر حرف را ساکن شود و پیش از حرف را حرفی مکسوره آید، یعنی حرف بیاید که زیر داشته باشد و بعدش یعنی بعدی حرف را حرفی استعلا نباشد، حرف را ترقیق یعنی باریک خوانده می شود. مثال: فسبح بحمد ربك واستغفره. نگاه کنید حرف را در همینجا تنک شد. واستغفره. فیر نمیگیم فیر، این خیلی تلفظ نمیکنیم. واستغفره. حتی زرتم المقابر. بینید حرف رای آخر تنک شد. حتی زرتم المقابر. مقابر. حتی زرتم المقابر. بیر نمیگیم. این ربک بخشش. این ربهم بهم یومئذ لخبیر. بینید لخبیر. حرف را تنک خونده شید به خاطر که حرف را در آخر آمد علامت سکونش سکونی عارضی شید، یعنی از پیش خودمون علامت سکون دادیم حرف را
لخبیرون گفتن نمیستیم کو. بنابراین سکونه که در حرف را دادیم یعنی وقف ایستادیم، این سکون سکونی عارضی بود، از پیش خودمون ساختیم. وقتی که حرف رای ما سکون دار شد، پیش از خودش میبینیم که حرف یا است، یای ما هم سکون دارد. با پیش از باید نگاه میکنیم که کسره دارد. پس این ربهم بهم یومئذ لخبیر. سوره ملک هم میخونیم زیاد همین چیز حرف را در همونجا تنک شدگی هستک. خبیر. خب خبیر گفته تنک خوندگی میشود در همونجا آدم اهمیت تیم. مثلا انا اکنون در دو کلمه که من آوردم که حرف را تنک خواندن نمی شود، به خاطر که گفتیم بعد حرف را حرف استعلا است. مثلا بینید مرصاد، مرصاد، مرصاد. موافق قاعده حرف را وقتی که ساکن شد پیش از خودش نگاه میکنیم که حرف میم چی دارد؟ زیر دارد، ای دارد. یعنی اکنون باید که ما باید که حرف را تنک میخوندیم، میر میگفتیم، اما به خاطر که بعد حرف را حرف صاد استعلا آمده است این را تأثیر کرد. خب مرصاد گفتیم یا که فرقه گفتیم. خب این دویم حالتی بود که حرف رای ما چی خوانده میشد؟ تنک خوانده میشد. سوم حالت اگر حرف را ساکن شود و قبل از آن یعنی پیش از حرف را حرف یایی ساکندار، حرف یایی ساکندار یا که حرف لین میگن ایره. خب یعنی حرف را ساکن شود، پیش از حرف را بودگی حرف یای ساکندار بیاید، حرف یای بیاید که علامتی سکون داشته باشد، یعنی زبر یا زیر یا پیش نداشته باشد بلکه یای ساکندار آید. حرف را ترقیق یعنی تنک خوانده می شود. مثال کلمه خیر، خیر. بینید خیر یا که غیر، غیر یا که لا ضیر، لا ضیر. اهمیت دید که اینها یعنی در حالتی که حرفای را ما حرف را سکون یعنی سکون عارضی موندیم، از پیش خودمون سکون کردیم، در همون حالت غوص خوانده شدن، تنک خوانده شدن. اما در اصل اگر گذاریم خیرون گفته غوص خوانده میشد، یا که اگر اجاره گذاریم لا ضیر، لا ضیر علیکم، لا ضیر گفته میگذاریم مثلا غوص خوانده میشید. اما وقتی که می استیم علامت سکون میتیم در حرف را، پس نگاه میکنیم که پیش از حرف را بودگی حرف یا میآید، یا ما چی است؟ حرف لین است. ولی ما حرفای لین میگذاریم، دو حرف لین داریم انشاءالله میگذاریم، بعد با خوبتر میفهمید. خب این بود حرف سیم حالتی که حرف یای ما تنک خوانده میشید. یه بار دیگر من این نقشه را من براتون پیشنهاد میکنم خوب در یادتون گیرید. حرف را دو قسم میشید، تفخیم غوص خوانده میشید، ترقیق باریک خوانده میشید. حرف را در 6 حالت تفخیم خوانده میشید. من این 6 حالت خب یکم حرف را زبر داشته باشد، دویم حرف را پیش داشته باشد، سوم حرف را خودش سکون باشد، علامت سکون داشته باشد و پیش از خودش بدگی حرفی زبردار باشد، چهارم اگر حرف را ساکن باشد و پیش از خودش بدگی حرکت زمه یعنی او داشته باشد، پنجم حرف را ساکن باشد مقابلش یعنی پیش از حرف را بدگی الف وصلیه باشد. خب همزه وصلیه یا که الف وصلیه یادتون بوده کسره عارضی میگفتیم. و ششم حالت حرف را غوص می شود را ساکن باشد و بعدش حرف استعلا در یک کلمه آید. این 6 حالتی بود که حرف استعلا غوص خوانده می شوند. اکنون دویم قسمت حرف رای ما ترقیق خواندن حرف را بود. این در 4 حالت می شود. من در 3 حالت برای شما آوردگی هستم. یکم اگر را مکسور یعنی رای مکسور، رای کسره دار باشد، را زیر داشته باشد ری می شود، تنک خوانده می شود. دویم رای ساکنی ما قبل مکسوره که بعدش حرف استعلا نیست، یعنی را ساکن شود و پیش از خودش بدگی حرف کسره زیر داشته باشد. خب حرف را تنک میشید، فقط گفتیم با یک شرط که بعد حرف را در همین حالت حرف استعلا نباشد. سیم رای ساکنی ما قبلش یای لین، یعنی پیش از حرف را ساکن شود و پیش از خودش بدگی حرف یای لین بیاید، یعنی یایی که ساکن باشد. در این حالت ما چی میگیم؟
رای ما تنک خوانده میشید. خایر، ضایر گفته تنک خوانده میشود. چهارم حالتی که حرف را تنک خوانده میشود در قرآن کریم یک جا همگی آمدگی است، ایماله میگن و یا بسم الله مجریها، مجریها گفته میخونیم. یک جا هست من نآوردم برای شما را، انشاءالله باید در دیگر موضوع براتون خب میگذاریم. این بود برادر عزیز حرف را، احکام حرف را، هم تفخیم و هم ترقیقش. انشاءالله امیدوار هستم که از این موضوع خب یک بهره برده باشید و موضوع حرف را براتون معلوم شده باشد. اگر هرچی یگون جای نفهمو باشد، هر چیزی که باشد میتونید شما پرسید، سوال فرستونید، انشاءالله من به قدر امکان کوشش میکنم که برای شما جواب داده باشم. سبحانك اللهم و بحمدک، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.